بابا جان وقتی شما میگوید زنها رو احترام کنید، ما میکنیم ولی اکثریتشون نمیفهمند، از خود میروند، تماما پسند نمیکنند. در این صورت ما چیکار کنیم؟ برادرای عزیز و گرامی، همین راستی مردها هم به من اشاره میکنند که بابای حاجی خود تاکید میکنی که زنها را حرمت کنی. خیلی ما حرمت میکنیم. بعضی زنهاش در کوچه ها میبینن بابای حاجی همین قدر حق مردکا را بالای کردگی که درباره زنکا یک باره دنگب نمیگویی. برای همین برادرها و خواهرای عزیز، من چیزی گفتم، شما بینید که من از عقلگرای خودم نمیگم. من دیدم که آیت قرآن میگم، حدیث پیامبر میگم. برای همین امروز من خود همچو اگر چند یک نالایق هم که باشم، شرم هم که کنم، خود من همچو واعظ و داعی هم که بگم، ولی از بس که یک دوی که احترام میکنن یا دوست دارن و یا مثال سخن ما برای او خوش میاد، من گپ میزنم که تا حدیث پیامبر است که بلغوا عنی ولو آیتن، یک آیت هم که بدانی به گوش مردم برسان. ما از اون نفرهای هستیم که یک آیت هم میدانیم و همه را به گوش شما رسانیده استم. برای همین شما فهمانید و شیر آدم خورده است. وقتی حرمتش میکنی برسان که این حرمت من به خاطر الله های، خلاص هم یک حد کنار داره، از حد نگذران که اگر با شرط با ناپسندید کردم، اگر با شرطی که مقصد با در عوض این احترام ها به احترامی کردم، او وقت دیگر خفه نشه. گفته فهماندن در کار معنی را ندارد که من را دیگر زنم حرمت نکرد، من باید که دیگر چیزی در محمد گفتم بگیرم. نه، انشاءالله مهنت کردن در کار کردن در کار، از خدای بزرگ امید است که همش خوب میشه. برادر است بابای حاجی اسم من امیرجان است، در شهر کلاب به دنیا آمدم. به خاطر شخصیت بزرگوار علی حمدانی این اسم را به من گذاشتند. استاد آیا اسم من در اسلام چه مقام دارد؟ آیا ضرورت به عوض کردنش یا یگان اسم دینی وجود دارد؟ نه، نام خوب است امیرجان. خب انشاءالله امیرجان شم خوب است، علی جان شم خوب است. انا شخصیت مثال گویم علی حمدانی، اکو البته این از روی محبوبیت است که ما وقتی علی حمدانی را دوست می‌داریم که این مردکا بسیار خدمت‌های زیادی در دین کردن. وقتی من فرزند و مقصد به نام همین علی حمدانی میگذارم، انشاءالله خیره. بسیاری مردم ما را بینیم برای چی نامشون عمر میمونن، چرا نامشون علی میمونن، عثمان میمونن، ابوبکر میمونن، محمد میمونن، همش به خاطر دوستداریه. برای همین نام زیبای برادر از یگان زیانی نداره. خب بابای حاجی در نزدیک ما یک شخص تومار میدهد. وقتی برای گرفتن تومار میریم پیش از ما مشکلیمون رو میگوید، ما با او باور کنیم گناهگار میشیم یا نه. البته اگر همون نفری که برین از غیب گپ زند، شما نزد او رفتن ده برادر از هر قدم ده تو حساب که غضب الله های، هر یک قدم ده لعنت ملائکه ها های که شما پیش همی فالبینا و پیش همی جادوگرا روید. او آدمی که تومار می نویسد، اون نفرهای هستند که اونها این مشکلات شما گپ نمیزنند. شما میرین مقصد برای یگان مسئله و مسائل، بیچاره همون یگان آیت قرآن، یگان حدیثی پیامبر همون جا می نویسد در دستت میته. یکی برای تو نمیگه که تو مثال فلان فلانی و تو فلان مشکلات داری و تر دیگر اینها را نمیگن. و برای همین نفرهایی را که اگر شما مشکلاتاتون گپ زدن و ای غیب چیزی گفتن، فهمی که اینها فالبین و جادوگرن.
برای رفتن پیش این شما همه گناهگارید، در غضب الله هستید. پیش اینا نرین برادر عزیز. استاد، مرد میتواند که خینه را در تنش مالد؟ هینه میگیم یا خینه میگیم؟ برادر عزیز و گرامی، برای زنها در پایها و در دستاشون خینه کردن مستحب است، ثواب است. لیکن برای مردها فقط در ریشاشون آمده است، در موی سرشون آمده است. موافق حدیث پیامبر نازنین من، یعنی هینه را کردن، خینه کردن در ریش و در موی سر آمده است. ولی برای زنها در دستها و در پاهاشون آمده است. لیکن اگر به خاطر تداوی باشد، یعنی به خاطر طبابت باشد، اگر مقصد می شود با که ندارد مردک در هر یک جایش که اگر همو خینه فایده داشته باشد و دلالت طبیب باشد، به خاطر طبابت هیچی با که ندارد. لیکن مردک باید دستاش قطعی پاش خینه نکنه. لیکن برای باز میگم برای طبابت باشد هیچی با که ندارد. لیکن برای زینت باشد، این برای زنها هستند. مرد و زن بعد همخوابگی یکدیگر را عریان ببینند جایز است؟ جایز است. مثال اگر زن با مرد همخوابه هم که شوند و بعد همخوابگیشان اگر هر دو یکدیگر را اگر لوچ هم که ببینند، بدون همه لباساشون هم که اگر ببینند، هیچ گناهی نداره برادر عزیز. بابای حاجی، من یک جوان در مهاجرت، اسمم خالمراد. استاد، من در حیاتم زنا نکردم، عرق ننوشیدم، با کسی هم بخیلی نکردم. خدا را شکر میکنم که مرا الله مهربان برای راست هدایت کرده است و هر دعایی که پیش خدا میکنم دعایم قبول نمیشود. ولی برای کسی دیگر اگر دعا کنم دعام قبول میشود. سببش چی باشد؟ یعنی برادر عزیز و گرامی، این مرد گفت که من نفری هستم، یعنی به هیچ گناه و به هیچ بدبختی دست زدگی نیستم، ولی چی دعای در حقم کردم قبول نمی شود، ولی برای دیگرها دعا کنم دعام قبول می شود. خدای مهربان حفظت کند برادر عزیز و گرامی. اولا در قبول دعا باید مؤمن عجله نداشته باشد. یعنی هیچگاه ما سراسیمه نشیم که من همین روز اگر دعا کردم که الله مهربان مرا یک فرزند نرینه نصیب کن، اگر امسال ندادم من باید ناامید نشم، سال دیگر هم نداد ناامید نشم. یعنی سراسیمگی کردن در کار نیست. آن چیزی را که الله میداند برادر عزیز من و تو نمیدانیم. آیت قرآن داریم که بسیاری کارهایی هست که شما دوست میدارین ولی او با فایده شما نیست. بسیاری کارهایی هست که شما بعدش میبینین ولی او برای شما خیر هست. برای همین قبول نشیدن دعا هم، ولی ما در حدیث خواندم میگه روز قیامت خداوند یک کوه بلند را نشان میداده است، میگفته است که اینمی رو همش کردارهای نیکی تو هم. بنده میپرسیده است که الله مهربان این در عوض چه اینقدر ثواب بلندی که برای من جمع شده است؟ میگو در عوض آن است که در دنیا من دعاهات قبول نکرده بودم، ولی امروز مقصد اینجا در این پاداش جمع کردم، مقصد در عوض این میتونی که برای جنت. حتی میگن نفرهایی که در همون قیامت وقتی این حالت میدیدن میگفتن ای کاش ما را هم در دنیا دعامون قبول نمیشید تا اینجا این مکافات بزرگ هم میگرفتیم. برای همین دادر عزیز این مسئله ده هم یعنی یک سراسیمه نشو. دوم این که
اینا همش ذخیره های آخرت تو. برای این هیچگاه به ضرر تو نیست برادران.